درود بر شما دوستان عزیز، خیلی خوش برگشتید به چنل خودتون پریفان میوزیک. برگشتیم خدمتتون با یک آهنگ دوگانه، یک اجرا، یک اثری که زیبایی صدچندان داره. در کنار این که ما موسیقی، آهنگ ها، عرضم به حضورتون ویدیوها، تیک تاک ها، خلاصه هر مدلی از فرهنگ و زیبایی ها و طنز و همه چیزو در کنار هم دیگه میبینیم از کشور زیبای تاجیکستان. این ویدیو رو بانو یولدوز اسمانووا در کنار آرون افشار، این هنرمند ایرانی که محبوبیت زیادی در ایران، در خود تاجیکستان و ازبکستان داره، با هم دیگه قراره بشنویم این آهنگ رو، گپ بزنیم تا انتها با هم باشید و خلاصه کم حرفی کنیم و بشنویم و لذت ببریم. آهنگ بی‌وفا جانلی اجرا هم بوده. بتل چی میتونه باشه؟ خوش سوال تمام کسایی که اونجا، خوش سوال تمام کسایی که تو این خاطره اشتراک کردن و این لحظه های زیبایی که ما از چند تا حالا به اسم ملیت امروزی، مثلا اهل ایران، اهل تاجیکستان، اهل ازبکستان، اهل افغانستان، که هنرمندا رو کنار هم که ترکیب می‌بینیم بیشتر لذت می‌بری. یعنی هنر موسیقی انگار بیشتر به دلت میشینه، یه حس همدلی و هم مسیر بودن و زیبایی بیشتری توشه. همه داشتن عشق میکردن، یعنی فقط من اون چند نفری که پیش خود بانو یولدوز بودن رو داشتم میدیدم، اصلا به وجد اومدن. اون دوستمون یا اون دارن از هنر دوست ایرانی اون آرون افشار هنرمند بهره میبرن و میکس این دوتا صدا. چه صدایی. روسی میخونه، فکر کنم روسی باشه. فکر کنم این آهنگ یکی از آهنگای معروف خود بانو باشه که حالا این دوست ایرانی اون یه جوری هم احترام گذاشت اون اثر رو خوند، هم واقعا هم خوب داره اجراش میکنه. یعنی برای منی که تا حالا نشیدمش دارم لذت هزار میبرم ازش. چه حس خوبی میده با آدم. میکروفون خدمت پیشکسوت و استاد بزرگتر.
خیلی قشنگه آهنگ. کاش این ویدیو طولانی تر بود. ببینیم یه چیز دیگه پیدا نمی‌کنیم. این ویدیو جدید فکر کنم یه سفری داشته احتمال زیاد. بارون افشار باز هم به تاجیکستان و ازبکستان و شاید به کشورهای دیگه‌ای و اجراهایی داشته که میگم چون هم خیلی محبوب شده در بین طرفداران خیلی تاجیک پیدا کرده، حتی طرفداران توی روسیه پیدا کرده. کارش قشنگه دیگه. این هم یه اجرای زنده و لایوی بود، به قولی همون جان لی اجرا بتلی بود که اینجوری نوشته تایتل. با هم دیگه تماشا کردیم و این همدلی و موسیقی و این لحظات رو بیشتر با هم دیگه خوش بودیم و امیدوارم شما با من بوده باشید. اگر از ویدیو ما خوشتون اومد لایک برای ما فراموش نکنید و زود برمیگردیم خدمتتون. خدا به همراهتون.